سعید آگینسن داستانش داره. من خیلی مختصر بگم. این سعید آگینسن یا یه تصمیم اولین بازیکن خارجی بود. من فوتبال ما تیم پورا بازی می‌کردم دهه 60 بود فکر کنم، اواخر دهه اوایل دهه 70 نه اواخر دهه 60 فکر کنم اوایل دهه 70 بود. زمان تو پورا بازی می‌کرد. بعد حالا این گذشت بعد دیگه رفت سمت لیگ 2. ایشون میره توی لیگ 2 تو تیم کاوه بازی میکنه. بعد این بازیکن خارجی داستانی که باید مجوز کارشون رو از طریق وزارت کار بگیرن، پولی باید پرداخت بشه. این پول پرداخت نمیشه. بعد 28000 دلار ایشون بدهکار میشه به وزارت کار، پاسپورتشو میگیرند و بهش تحویل نمیدن. الان 3 سال آزگار ایشون ایرانه، از ایران نمیتونه خارج بشه. پدرش فوت کرده تو این مدت، نتونسته بره مراسم ترحیم پدرش شرکت کنه. مادرش میگه اونجا گریه میکنه، دنبالش میگرده. 3 سال ایشون مونده اینجا، پاسپورتش هم اینجا مثل که تحویل پلیس امنیت هست و ایشون نمیتونه از ایران خارج بشه و این مشکل براش به وجود اومد. انواع اقسام نامه‌نگاری هم انجام داده از دکتر شریفی و کلی فیفا هم تهدید کرده ایران میتونه تبعاتی به همراه داشته باشه. امیدواریم حالا پخش این گزارش مشکلی بنده خدا رو حل کنه، بتونه از کشور ما خارج بشه. خیلی ممنون آقای نوست. آیا گیلفنیا شما به عنوان یکی از فوتبالیست‌های خارجی شاغل در لیگ ایران بفهمید که از چه سالی وارد ایران شدین و الان چی شده که در کشور ما موندگار شدین و نمیتونین برگردین کشورتون؟ به نام خدا موندگار نیست. چند فکر کنم اولی تیم بازی کردم پورا بوده. بعد از اون تجارت رفتیم بازی کردم اینجا. بعد از اون رفتم کارج، تیم محمدن بازی کردم تو بنگلادش. دوباره برگشتم اینجا ازدواج کردم دیگه. ازدواجمون شخصیه، نمی‌کنم مثلا بریم بیشتر توضیح بدم راجع به اون چیز. بعد از اون پیاسا بود با تیم کاوه. با تیم کاوه قرارداد بستم. موقع مربی ما آقای حسن روشن بود. با تری قبلا کار کردم با آقای حسن روشن تو شماشک نوشهر. بله. بعد از اون قرارداد بسته با اینا، تمام مدارک دادن به اینا، پاسپورت و همه چی با هم پر کردی، پوانیکا باید بگیرن. تمامی همون چیز مدارک پیش اونا رفتی دنبال همون گرفتن پوانیکا برای من. و رفتیم مدارکار با همون سپرست تیم اونجا بودیم. اونا نامه نگاه کردن تو کامپیوتر، گفت ایشون ماشین نداری اصلا، روجه به همون چیز میتونی قرارداد ببندی با شما. همینجوری قرارداد بستم با همون تیم. من رفتی تو زمین، اونا رفتی دنبال کاری پوانیکا بازی کردم. فکر کنم اونا دیگه نرفته، مثلا ول کردن دیگه. جریمه اومدن، جریمه فکر کنم 28 کودی اومده برای همون تیم. اونا یه جوری من نمیدونم، خبری ندارم، من تمرین میکنم، بازی میکنم اینجوری. یهو دیدم مثلا دیگه رفتار اونا دیگه عوض شده. اما چی شده؟ رفتن باشگاه توضیح دادم از چی شده. مربی جدید به نام آقای علی نیکبه. دیدم مثلا من تمرین خوب میکنم، میجنگن تو تمرین، من همیشه اینجوریه تمرین بری کنه خداحافظ. یو اونا نمیدونم رفتار دیگه عوض شده. من گفتم خدا چرا اینجوری شد؟ من رفتم به مدیرام باشگاه، آقای زنینکمه بود، توضیح کردم چی شده، این مربی چی شده، چرا این کاری میکنه؟ اونا گفت نه ما صحبت میکنیم، جلسه میذاریم. من نمیدونم مثلا جریمه اومده، اونا نمیگه بگی به من. همینجوری موندم یه ماه هیچی. یارو گفت نره من نه یا تو زمین. رفتم یه نامه نوشتن تمام مدارک اینجاست، من میتونی نشون بدم به شما تمام اینا. رفتن تو کمیته انضباطی یه چیز یعنی پروتست کردم. انگلیسی بود به بخش بین‌المللی دادم به اونا. بعد از اون یه چیز نوشتن به آقای نبی، گفته ایشون اگه شکایت کرده از فیفا برنده میشه. همون حرفا من گفتم من نمیخوام شکایت کنم، فقط من میخوام بری بیرون از مملکت. دعوتنامه اومد از ژاپن، از بحرین. گفتم پدر من فوش شد پیاسا، اما نمیتونه بری نیجریه. الان پاسپورت شما کجاست؟ الان باشگاه میدونیم کجا فرستاده پاسپورت رو. اونا گفته مثلا فلان جا، اونا میدونن
اونا میدونن مجوز کار داشتی یا نه؟ اونا باید باشگاه بگیره برات دیگه. بله. باشگاه باید بگیره، اما رفتن تو زمین جریمه اومده برای تیم با تیر غیر قانونه. من نمیدونم پاسپورت من فرستاده یک جا، نمیدونم با نام دروغ و من مشخصه ایشون به این بازیکن نیست. بعد از کوتاه مدت با من قرارداد بسته، پاسپورت ولشون رفته. خود نامه من دیدم اینجوری، رفتم فدراسیون گفتم به نمیخواد اسمی در بیارن تو فدراسیون، گفته آقای فلانی ببخشید این نگاه کن این پدر من فوت شد باید برم نیجریه، میدونی از اون موقع نمیتونم برم. الان هم حکم کمیته انضباطی هم دارم از زمان آقای شاه تا الان اجرا نشد. تیم تعلیق کردن، تیم اومد از دست 2 اومد دست 1، هیچ چی کاری نکردن برای من. آقای شریفی، دکتر آقای شریفی، خود من دارم خودش اوییدنس دارم، ایشون گفت این تیم باید تعلیق شه، این تیم باید تعلیق شه، اصلا راه دیگه نداره. اگه تیم تعلیق نشه این اونا پاسپورت نمیارن. من میدونم اونا یک آدم دارن تو فدراسیون، مثلا همیشه اونا با من بازی میکنه، زندگی من مونده همین جوری مونده تا الان. مادرم من تلفن میزنه به من همیشه گفته نمیخوام بیا، گیر کردم اینجا، نمیدونم چیکار باید بکنم. حالا حکم چی آیه آگینسنیا؟ چه حکمی برات دادن؟ هیچی. الان آقای هیچی، من رفتم فدراسیون گفته نامه مثلا فرصت 1 ماه داده به تیم پاسپورت بیارن، نمیدونم. الان موندم الان 3 سال از زندگی من. چه صحبتی با مسئولین داری؟ خودت اگه صحبت داری الان بگو. مسئولین فدراسیون هر صحبتی هست میخوام بگم اسمش کسی نمیخواد در بیارم، مثلا کی حمایت میکنه به همون تیم، حکم فدراسیون توجه نمیکنه، حکم کمیته انضباطی توجه نمیکنه. فقط چی فدراسیون آقای شریفی میدونی مثلا چی باید انجام بده همین چیز. What is his right to do? Please just do it. I don't want to blame anybody for this, please. I just need my passport and my remaining money, $2,000 that was with them.